کار ما هم سختی خودشو داره. مثلا من این پیرزن سنجابی و این پدر نجار مامانش و نوزاد سنجابی و این دخترک سنجابی و این دخترک سنجابی، این سنجاب پرنده و اون پسرک سنجاب و این خانم معلم و این سنجاب گوشتراز رو براشون طراحی کردم. اما دوست دارن رو این این و این کار کنم. ببینید سخته، من اینا رو دوست ندارم. یه هنرمند دیگه کار کرده که سبکش با کار من یکی نیست و این طراحیه که من انجام دادم، این طراحیه که من دوست دارم کتاب بر اساسش بره جلو. اما کارفرما میخواد که شخصیت ها همینی باشن که با بچه ها آشنا هستن و توی طراحی